بسم الله الرحمن الرحیم. جویریه بنت حارث رضی الله تعالی عنها رو حتما میشناسید. بله، منظورم ام المؤمنین هست، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون میگوید که یک روزی من بعد از نماز نشسته بودم، نماز فجر، در منزل خودشون نشسته بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شدند. من نشسته بودم اسبح، تسبیح میگفتم، مشغول اذکار صبحگاهیشون بودند. میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند، دوباره برای کاری رفتن بیرون. میگوید نصف النهار رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند، یعنی بعد از این که روز نصف شده بود دوباره به منزل بازگشتند. دیدند که من هنوز سر همون جای قبلی نشستم، همون جایی که صبح نشسته بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته بودند بیرون از منزل. تا ظهر که ایشون برگشتند باز هم جویریه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها سر جاشون نشسته بودند. میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودند که از همون صبح که من رفتم تو اینجا نشستی مشغول ذکر و اوراد خودت هستی؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمودند که میخوای یک ذکری به تو یاد بدهم که اگر با تمام ذکرهایی که از صبح تا حالا خوندی اینها رو وزن بکنند این سنگین تر هست، ثوابش بیشتر هست؟ گفتم بله یا رسول الله. گفت که این جمله را بگو، این ذکر را بخوان: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنت عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد کلماته. فرمودند که این ذکر را 3 مرتبه بخوان: سبحان الله عدد خلقه 3 مرتبه، سبحان الله زنت عرشه 3 مرتبه، سبحان الله رضا نفسه 3 مرتبه، سبحان الله مداد کلماته 3 مرتبه. اگر این ذکر را 3 مرتبه شما بخوانید، به جای این که از صبح تا ظهر نشستی ذکر بخوانی، این ذکر را 3 مرتبه که خواندی ثوابش از تمام ذکرها بیشتر هست. یا در روایت دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، گفتم وقتی که من از خونه رفتم بیرون یک ذکری رو 3 مرتبه خوندم، از تمام ذکرهایی که تو از صبح تا حالا خوندی ثوابش بیشتر هست. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و زنت عرشه و رضا نفسه و مداد کلماته. هر دو تا جمله را که عرض کردم، چه اون اولی را یا این را، هر کدام را که بخوانید انشاءالله این فضیلت را دریافت خواهید کرد. ذکرهایی هستند که الفاظشون کم هست منتها ثوابشون چند برابر هست. انسان مسلمان همیشه باید سعی بکند که بهترین ها را برگزیند. جملاتی، دعاهایی و اذکاری که جملاتش کوتاه هست، بر زبان خیلی راحت هست، منتها ثوابش بسیار زیاد هست. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنت عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد کلماته. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...